شاید برای شما هم پیش اومده باشه که رفتید یه قبر رو کار کردید و قرار بوده مثلا در عمق 80 سانتی طبق الگوریتمی که از قبرهای آن منطقه سراغ داشتید در 80 سانتی یک متری شما به قبر برسید، ولی وقتی که 80 سانتی یک متر پایین رفتید دیدید به جای اینکه شما به قبر بخورید داره بهتون لایه بندی میده، در این حال که قبرهای ما نباید لایه بندی داشته باشن، یک ساختار تعریف شده آیینی دارن. اینی که بیاد لایه 20 سانت 20 سانت هی خاک عوض بشه برای قبر، چنین چیزی رو نداریم. ولی شما رفتی داخل یک قبر داری کار میکنی و میبینی به جای جسد، به جای یک اتاقک قبر مانند حالا سنگ روش باشه یا هر چیزی، داره بهت لایه میده. ببینید عزیزان، ما در دوره‌های باستان برای بسیاری از نقاط کاری خودمون، یعنی نقطه باره، اومدن یک چیزی شبیه به قبر روی خاک درست کردن. اگر شما چنین قبری رو داشتی رفتی داخل بهت قبر نداد، به جاش داره لایه میده، بگرد توی 500 متری اونجا ببین نمادی، آثاری، علائمی، چیزی